تشخیص روانی یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان و ساکن شهر پرمی روسیه را که در قتل بیرحمانه همسر حامله و پدر عروسش ایبدار می شود سالم برآورد. اکنون به او برای کشتار 2 نفر و کودکی که در بطن همسرش بود حکم ابد تهدید می کند. این علکه تشخیص دومی حالت روانی این مرد متهم به کشتار بود. تشخیص اول در پرم به شکل امبولاتوری انجام داده شد ولی نتوانست معاین کند که آیا این نفری که حتی به طفل بطن مادر رحم نکرد از لحاظ روانی سلامت است یا مریض. برای تشخیص دوم او را به اکاترینبورگ بردند و این تشخیص به خلاصه رسید که ایبدار شونده جوابگوی عمل و رفتارش است و برقصد دست به قتل زده است. روز 3 فوریه سال جاری در کوچه ایسینین در کسبه زاستروفسکای شهر پرم جسد زن حامله 21 ساله را در داخل منزل و جسد پدر او را از نزد خانه پیدا کردند. به اتهام قتل آنها خیلی زود شوهر زن کشته شده را دستگیر کردند. این مرد 27 ساله در بازار زاستروفسکا حمالی میکرد و شهروندی دوگانه روسیه و تاجیکستان را داشت. او از سال 2012 در پرم زندگی میکرد. گمان میرود که سبب کشتار مناقشه او با همسرش شده است. بنا به یک فرضیه گویا زن میخواست از او جدا شود و پدرش نیز طرفدار جدا شدن آنها بود ولی مرد به این راضی نبود و مسئله را به چنین شیوه بیرحمانه و خونین حل کرده است. پرونده او باید به زودی به دادگاه سپرده شود. به این مرد طبق قانون روسیه حبس ابد تهدید میکند ولی وای دو کودک خردسال آنها که در راه زندگی سرسانو بی‌متکا ماندند. وقتی مرد زنش را کشت پسر آنها همگی 1.5 ساله بود. دخترشان همگی 4 ماهه.